شب 14 ایون ساعت 23:30 راننده ماشین تمغه اوپل ویکترا خیرالله‌زاده عظیمجان ساکن 27 ساله جماعت زرحلال شهر استرافشان هنگام حرکت در کیلومتر 218 روی دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت قلچه کلان از عهده اداره ماشین نبرآمده پیادهگرد نابالغ شریفوف ابوبکر عبداللهویچ سال تولدش 2004 ساکن جماعت سامان شهر استو را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ در جای حادثه جان داده است. متاسفانه صبح 15 ایون در راه دوشنبه خوجند چنوق در حدود جماعت دهمای در نتیجه برخورد ماشین تمغه مرسدس تحت اداره برهانوف مبینجان سال تولدش 1996 ساکن جماعت غازیان نویه باباجان غفوروف با ماشین پورتری مربوط به ساکن دهمای قلندروف دلشاد سال تولدش 1983 که ماشینش در قسم راست راه به حرکت می ایستاد راننده پورتر جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین روز 15 ایون ساعت 11:00 راننده مرسدس سرفراززاده فیروز سال تولدش 1996 ساکن جماعت برونوی شهر وحدت به حجت رانندگی هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت برونوف از عهده اداره نبرآمده ماشین را چپه نموده است. در نتیجه راننده سفرزاده فیروز در جای حادثه به هلاکت رسیده برادرش سفرزاده نماز ابراردین سال تولدش 1998 مجروح شده است. یک نابالغ 16 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان اوباشی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت این نورس روز 15 ایون تخمینا ساعت 11:40 با دو نابالغ 16 ساله ساکن پایتخت جنگ و جنجال نموده از احسیات اوباشی با کارت یک مراتبگی به قفس سینه اشان زده است. در نتیجه هر دو جراحت جسمانی برداشته پس از معاینه طبی از بیمارخانه جواب داده شدند. یک ساکن 32 ساله نوعی اسماعیلی سامانی پایتخت به آن گمان بر می شود که سال 2016 با راه فریب به باوریش در آمده از یک جوان 21 ساله ساکن دوشنبه $7500 گرفته وعده داده است که پس از 2 ماه بر می گرداند اما تا حال بر نگردانیده است. همین نفر اینچنین به آن گمان بر می شود که با همین راه سال 2018 در کوچه لاهوتی از مرد 31 ساله ساکن پایتخت $42000 گرفته به او هم وعده داده است که پس از 2 ماه پولش را بر می گرداند اما تا حال بر نگردانیده است.